آرمان من اومده بودم ماشین رو تست کنم. منم آقا دیگه من اول زودتر رسیدم. ناموسن بچه‌ها تو دوربین کاملا شاهدن که من زودتر رسیده بودم. سلام خوش اومدید به دیگه یه برنامه دیگه از بده دو. بگه دیگه. بچه امروز ما براتون یه ماشین انتخاب کردیم، یه ماشین اکونومی بشه بخری خفن خیلی هم پرفروشه، واقعا هم جزو خوشگل ترین هاچبک هایی که تو خیابون و مارکش هم واقعا مارک معتبریه دیگه. اوپل یکی از خفن ترین خودروسازهای آلمانه و خلاصه اینو بدونید که ما خودمون هنوز توش نشستیم، فقط واقعا از اونجا آوردیم، میخوایم بریم اونجا. والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. خلاصه این شما، اینم یه برنامه دیگه است، کانال بده دو با ریویو آرمان ریویو. سلام، اومدیم در خدمتتون با یکی از خوشگل ترین هاچبک های آلمانی، بشه بخری، کم استهلاک، پردوام، اوپل آسترا که واقعا من هر بار تو خیابون می‌دیدم لذت می‌بردم از طراحی خیلی خاص و متفاوت این ماشین که همونطور که مشاهده می‌کنین خیلی خوشگل و مدرن شده. هم چراغاش، هم این حالت خشن و یوغور سپرش، هم کلی خطوط اسپورت روی بدنه داره، آینه‌هاش خیلی خوشگل شبیه برگ شده. بعد دیگه عقبش هم خیلی متفاوته، واقعا با همه هاچبک ها فرق میکنه، طراحیش خیلی بروز و آپدیت و خوشگل شده. این ماشین از موتور 3 سیلندر 1200 سی سی با 110 است تا 1200 سی سی توربو با 130 و دو مدل هیبریدی 150 است 180 است و یه مدل پلاگین هیبرید 202 اسبیه که این ماشین 3 سیلندر 1200 110 اسبیه که مدل 2023 شو میشه با یک کم کارگر 4 5000 تا از 22 3000 یورو به بالا تا 34 5000 یورو، حالا بسته به آپشن‌ها و قدرت موتورش تهیه کرد. خب بیرون ماشین همونطور که می‌بینیم فقط زیبایی داره دیگه، واقعا زیبایی و مدرنیته واقعا توی این ماشین حرف اولو میزنه. مثل همیشه اول از صندوق عقبش شروع کنیم. صندوق عقبش جالبه، با آرم همین اوپل باز میشه. صندوق عقب جاداری هم داره، صندلی‌های عقبش هم میخوابه که فضای صندوق اضافه شه. دو تا دستگیره گذاشتم برای سبد خریدتون، کیسه های خریدتون و یه دونه چراغ. هیچی دیگه توی صندوق عقبش برای ارائه نداره، برقی هم نیست، ولی خب طبیعتا میتونید آپشن برقیش هم داشته باشین، سفارش بدین. بریم عقبش رو ببینیم. عقبش مثل تمامی ماشین‌های هاچبک خیلی کم جاه، ولی عجب روکش چرم و پارچه با دوختای سفید به رنگ بدنه خیلی خوشگلش کرده. اینجا برامون یه پورت USB-C گذاشتن، شارژر هم هست. یه پورت شارژر USB-C گذاشتن که این خیلی خوبه و یه کنسول وسط خیلی ساده و دو تا کاپ هولدر و یه دونه هم جایی که باز میتونید موبایلتون رو بذارید. دسترسی به صندوق عقب ولی تعبیه شده. ماشین هاچبک دیگه، نباید انتظار زیاد جا ازش داشت، ولی خب به نظر من خوشگل و ترتمیزه. با اینکه ماشین اکونومیه ولی آلمانی‌ها واقعاً به مشتری بها میدن. حداقل دوست دارن مشتری از زیبایی ماشین بهره ببره. دیدین که تو دوزیش شکیل و خوشگل بود. باز اومدن تو درم دو تا تیکه کوچولو چرم دو رنگ به رنگ روکشای صندلی کار کردن، دوخت سفید زدن. این ماشینو خوشگل کردن. حداقل مشتری که داره پول میده لذت هم ببره دیگه. خب حالا بریم جلوی ماشین. جلوی ماشین کنسولش خیلی خوشگله، خدایی من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر خوشگل باشه. توده در جلو هم باز همون جوری چرمکاری شده. این قسمت کلیدا رو حداقل یکم یه پلاستیک براق زدن که آدم خوشش بیاد.
صندلی این ماشین فول برقی نیست، یه سری جاش برقیه، گودی کمر داره، جلو عقبش برقیه، تنظیم ارتفاعش برقیه، ولی پشتیش دستی و عقب و جلوش هم دستیه. خب توی ماشین که بشین خداییش خیلی چشنوازه. یکی نگاه کنین دریچه‌های کولر تو قسمت اسکرین تعبیه شده، بعد چپ و راستش از اینجا، ولی نگاه کنید بالا پایینش چقدر شیکه. اینجا ما تنظیم چراغ، فرمون دی تایپ داریم، پدل شیفت داریم، پدل شیفتای خیلی شیک، فرمون چرم‌دوزی خیلی شیک. اسکرین رو می‌بینین کاملا شخصی سازی شده برای راننده. کلیدها اینجا همه از بالا خیلی حس خوبی داره. نگاه کنید اینجا پورت 12 ولت فندکی، 2 تا پورت یو اس بی، جایش فکر کنم شارژر وایرلس هم داره. چقدر گوده اینجا. اینو اینجوری خیلی شیک می‌بندین. اینجا 2 تا کاپ هولدر شیک، دنده سردنده نداره ماشین، همونجوری که می‌بینین دکمه است. اینم مودای رانندگیشه. کنسول وسط 2 تیکه. خداییش یه ماشین خوشگل با این قیمت. تازه آقا مسعود شما نگاه کن، به غیر از این چرم‌دوزی‌ها این 2 تا تیکه پلاستیکی هم داره که توسی و سفید، اینم باز به خوشگلی ماشین اضافه کرده. نظرت چیه بریم تو آقا مسعود؟ برو درسته. آقا مسعود پس بشین اون بر. همیشه شانس ما بارونه و این که همیشه شانس من، چون تو که 3 دقیقه اون بیرون وای میستی و چرت و پرتا رو تحویل ملت بدبخت میدی از این دروغ و ریا و کذب. آقا ولی این خیلی از پژو سرتره با اینکه هم قیمت هستن. تو داری در مورد بذارید آقا من میکروفونم بزنم رو تیشه. خیلی خوشگله. اصلا بحثی توش نیست. یعنی واقعا باله. مثلا نگاه کن همین تیکه‌ای که برای جنس این استفاده کرده رو نشونم دادی دیگه. اونجا برای دریچه هوا گذاشته. خیلی باله. پدل شیفتاش خیلی باله. فرمون چرمش خیلی باله. این قسمت‌های براق شما خیلی خوشم اومد. تمام مولتی مدیا و بل چیزام داره. میتونیم با اینجا نگاه کن فاصله‌تو اندازه بگی که آره چه فاصله ترمز کنه. آره نگاه کنید فرمونش تلسکوپی هم میشه بابا باری. بریم یه 0 تا 100 بزنیم، یه تاپ اسپید بزنیم و شما رو به خدای منان بسپاریم. بده 2 آقا. و آها یه چیزی بهت بگم که شما ندیدی در این ماشین. 360. خب کدومو تو هم بریم امو آرمان؟ اسن مطمئندی 100%. خیلی باحال. صندلیاش هم خوبه. 205 ارزش، رینگای 16 اینچی داره، برندش هم گودیره، برای همین میشه بهش اطمینان کرد. بابا ماشین آلمانیه عمو، ایران خودرو نیستش که. آره واقعا به هر گوزی توی اروپا میشه اعتماد کرد. تو اون این ماشینای ایران اصلا مقایس نکن بابا. نگاه کن تو حالت اکو رو سرعت 80 تا ببین چه صدای خوبی میده. دنده 3 تازه. چه؟ اوه دنده 3 رفت تا 120. آفرین. خب بریم دیگه بازی شروع کنیم. ولی خیلی فقط یه جوری تصادف کن نمیریم. نه یه جوری تصادف کن یا سقط بشیم یا سقط نشیم یا بمیریم. یکی این 2 حالت باشه. مثلا فلج ملج نشیم، مثلا یه اون مجوش رو ویلچر بشیم. من آموزشگاه رانندگی که میرفتم یکی از این چی میگن بغل خونمون یه آژانس بود، یه راننده داشت حسن طالبی از این لاتای کرج اونجا آژانس کار میکرد. بعد اون به من میگه بیا ببرم بهت مثلا یه ذره رانندگی دست و پات راه بندازم و اینا. با راننده آموزشگاه که میرفتیم یارو میگه راهنما رو میزنی، از آینه کنترل میکنی، اگه مساعد بود میری چپ. با حسن که میشستیم میگه معکوس اینجوری میکرد. چه صدایی میده ولی صداشو خیلی دوست دارم. چرا ماشینای ژاپنی این صدا رو نمیده؟ 3 2 1. خب آقا مسعود آماده ای؟ اینجا جاییه که یه 0 تا 100 دیگه بزنی. یه 0 تا 100 دیگه بزنم خطرناک نباشه و همینجوری برم تا تاپ اسپید دیگه. 1 2 خیلی بد شده یکی به این به خاطر اینکه زمین لغزنده است اولش یه لحظه چیز میکنه. نه خود سیستم کنترل پایداریش میاد دخالت میکنه. همون دیگه که تیک آف نکنه یه جورایی. آره
بچه‌ها دیگه اگر این آخرین ویدیو بود حلالمون کنید دیگه. آسفالتش هم خوبه این. تمام. من زدمت رو ام داداش. برو درسته. 160. اخ جلو خوب آزاده. برو درسته. 100 دیگه 178 دیگه داره دو تا میزاد. داره جوم میکنه. 188 190. زمینم خیسه، استکاک کمه. 196 98 یه ذرم سربالایی شدیم ها. 198 198 198 200 201 203 203 205 205 چراغو بده ها، چراغو بده. چراغو دارم نانس میدم. 205 205 205 205 جنده 6 بده 7. آقا 7 میره اولی دیگه. آقا من دیگه جفت کرد. آره نه 120 هم شد، بیشتر هم نمیره خداییش. ولی کاملا ترمزاش خوب، همه چیش خوب. آره خوبم نه، یعنی نسبت به بنزه والا سریع‌تر نگه داشت. البته بنزه 270 رو داشت و خیلی وزن بیشتر. آره اینم خیلی وزن بیشتر. آقا بزن لوکیشن خونه. ماشین عالی، قیافه عالی، هیجان نگاه کنید. ای تو این دوربین مو به سیخ شد. همه جام سیخ شد ولی خوب بود. حالا تو در مورد رانندگی و لذتی که بردی ریز برای بچه‌ها تعریف کن ببینیم کلا ماشین از چقدر. ماشین واقعا حرف نداره، هیجان رانندگی داره، چون صدای موتور همونجوری که شنیدی خیلی قلدر و لاتیه. بعد دیدش عالیه، حتی با اینکه آینه‌هاش کوچولوئه. من اول گفتم شاید این آینه‌های کوچولو دید خوبی نداشته باشه، ولی دیدش عالیه. قشنگ جلوی ماشین رو دید داری دیگه، خوشگل، صندلی راحت. آره خیلی راحت، همه چیش عالیه. چیزم داره، لاین اسیستن هم داره. ببین دیدی؟ خلاصه که از نظر من فکر میکنم خیلی ماشین خوبیه. قشنگ 25000 تا پول میدی لذتشو میبری. حالا این الان چنده دقیقاً؟ همین این فکر میکنی 30 بیشتره یا کم؟ نه همین این 22-23 هزار. همین این 20 واقعا ماشین خوبیه. واقعا ماشین خوب، قرص خوشگل و خیلی جوندارتر، قرص‌تر. یعنی واقعا هم قیمت پژو 208 ولی این اصلا نسبت به اون 708. من تو هاچبک‌های زیر 40000 یورو از این خوشگل‌تر سراغ ندارم. زیر 40000 یورو. 40000 یورو. نه من که کلا آره بچه‌ها میدونن دیگه، من طرفدار هاچبک و ماشینای کوچیک نیستم ولی این خیلی خوشم اومد. خب خداحافظی کنیم با بچه‌ها. دستتون درد نکنه که ما رو همراهی می‌کنین. اگه تا اینجای برنامه رو دیدین دیگه به قول آقا مظنون لایک و سابسکرایب و کامنت و خدایی هم شیر به دوستاتون هم پیشنهاد بدین. اگه کسی می‌خواد ماشین بخره. دقیقاً حیف ویدیوهامون اونجوری که البته ما خب تازه شروع کردیم انتظاری هم نیست، ولی ویوهامون باید میلیونی بشه والا به خدا. همیشه شاد و سلامت و خرسند و موفق باشین. یادتون نره بدین دو، ما رو حمایت کنید. خیلی مخلصیم. من که قلبا دوستتون دارم. با کله همتون. نوکرتونم. چاو.